خب توی این یکی ارائه که میخوام انجام بدم در رابطه با AI توی UX میخوام صحبت کنم و در رابطه با اینکه اصلا وسط همونطور که خودم احتمالاً میدونی کلا این روزا اخبار مربوط به دنیای AI خیلی زیاد مارکت رو گرفته، خیلی پر سر و صداست و اینا و یه ذره سخته که وسط این همه سر و صدا بفهمی واقعاً چقدر AI به کارت میاد. یعنی یه ذره شاید اغراق میشه بعضن و این داستانا. در رابطه با اینکه چقدر توی حالا جنریت کردن عکس به کار میاد، چقدر توی مثلا پرامپت نوشتن و ابزارهای مبتنی بر متن به کار میاد، تا حد زیادی هممون آگاهیم، ولی اینکه واقعا AI به درد UX دیزاینرها میخوره و کدوم یک از این ابزارها واقعا ابزارهای به درد بخورین، کدوم صرفا ترند شدن، یه ذره لازمه که دیپ تر بشیم. من برای این مقاله یکی از پس ما در واقع داریم راجع به ابزارا صحبت می‌کنیم، یعنی قرار ببینیم کدوم تولزای AI قرار تو نه اتفاقا در رابطه با ابزارها خیلی کم صحبت میکنیم. در رابطه با این که البته میگم این مقاله که من دارم راجعش صحبت میکنم یعنی منبع من بوده یکی از مقالات نیوتن نورمن گروپ بوده که 2 نفر حالا مگان براون و کلب خیلی فامیلیش سخته با هم دیگه رفتن که یه گروهی از دیزاینرها رو اوایل 2024 منم خیلی برام مهم بود که سال انتشار مقاله نزدیک باشه، یعنی تایمشون AI هر روز داره تغییر میکنه. اوایل سال 2024 میرن با یه گروهی از پروداکت دیزاینرها، پروداکت منیجرها و پروداکت ریسرچرها صحبت میکنن که آدم‌هایی که واقعا تو کارشون دارن از AI استفاده میکنن، یعنی اصلا خوره AI ان و میخوان توی قالب یک حالا تحقیقی به ما نشون بدن که این آدم‌هایی که دارن از AI استفاده میکنن چقدر از استفادهشون راضی بودن و از کدوم یک از ابزارها استفاده میکنن. یعنی بیسشون بر اساس یک ریسرچیه که از یک گروهی از آدم‌هایی که تو حوزه UX از AI استفاده میکنن چه حالا بازخوردی دارن. کلیت داستانیه. بخش اول چیزی که توی حالا این تحقیقاتشون متوجه میشن اینه که دیزاینرها از AI فقط برای طراحی استفاده نمیکنن. چیزی که میگن اینه که ابزار AI تونستن تا حد خوبی به UX دیزاینرها کمک کنن که اسکیل گپ هاشون رو پر کنن، یعنی چیزهایی که مثلا ما با عنوان UX دیزاینر خیلی درش متخصص نیستیم رو خیلی راحت میتونیم با AI پر کنیم. مثلا چی؟ مثلا قبلا یه طراح نیاز داشت برای اینکه یه وایر فریم رو تکمیل کنه برای کارفرما بفرسته، مثلا یه حالا کپی رایتر UX رایتری استخدام کنه یا پروژه‌ای باش کار کنه، یه سری کپی رایترها براش بنویسه. الان با کمک ابزارهای مبتنی بر متن که حالا به ویژه چت جی پی تی خیلی حالا قولشونه میتونه خودش اینا رو بنویسه یا حداقل واسه اتود اولیه خودش بنویسه، تاییدو که از سمت کارفرما گرفت، مثلا پروژه استارت خورد، بعد مثلا حالا یه آدمی رو استخدام کنه. چیز دیگه‌ای که خیلی مشخصه اینه که طراحی UX به شکل جدی از ابزارهای AI برای ایده پردازی، طوفان فکری و کلا کارهایی به جز دیزاین استفاده میکنن. مثلا یه از چیزهایی که خیلی براشون واضح شد اینه که خب احتمال میدم که خودم و خودت و دیزاینرهای دیگه هم از AI برای این مسائل استفاده کرده باشیم و بکنیم. چیز دیگه‌ای که در ادامه متوجه میشن اینه که ابزارهای فعلی AI در زمینه UX خیلی کامل نیستن. نتیجه تحقیقاتشون، نتیجه خود تحقیقات این تیم هم مصاحبه‌ها نشون میده که ابزارهای فعلی یا در زمینه UX هنوز اونقدری قدرتمند نشدن که بتونن بخشی از مسیر دیزاینرها باشن. در حال حاضر ابزارهای حالا هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی هنوز نتونستن یک راه حل کارآمدی بدن. ما خیلی مشکل داریم که واقعا فکر می‌کنیم که اوکی AI باشه میتونه حلش کنه، یعنی خیلی گپ‌های زیادی هست، ولی هنوز ابزاری نیستش که به اندازه کافی خوب عمل کنه و یه دستیار واقعی و خوب برای حالا UX دیزاینرها باشه تو این مسئله. یکی از نگرانی‌هایی که حالا این تیم متوجه شدن که وجود داره اینه که خروجی‌های به دست اومده از AI قطعی و قابل پیش‌بینی نیستن. یعنی مثلا تو میری یک پرامپت واحد رو در زمان‌های متفاوت میدی به یک ابزار، مثلا یه پرامپت مشخص رو داری به AI میدی در چند باز، مثلا به چت جی پی تی میدی مثلا در چند بازه متفاوت و ممکنه که توی هر باری که این پرامپت رو میدی خروجی متفاوت بگیری. حالا این چیزیه که من تجربه شخصی خودم هم بود، یعنی داشتم از AI برای مثلا اولویت بندی کردن برای یک سری از آدم‌هایی که برای موقعیت شغلی اپلای کرده بودن و بر اساس رزومه‌شون کمک می‌گرفتم از AI و هر بار که مثلا میدادم یه تفاوتایی وجود داشت. یعنی کاندید اولم یه بار یه آدم بود، کاندید اولم یه بار دیگه یه آدم دیگه بود. و چیزی که وجود داره اینه که خب برای ما خیلی مهمه که بتونیم مطمئن باشیم دیتایی که الان داره AI واسه ما جنریت میکنه واقعا ولیده و این ولید بودنه، یعنی که در زمانهای متنوع که ما داریم این پرامپت رو بهش میدیم
یک خروجی ازش بگیریم و این مسئله یه ذره کلا دیزاینرها رو نگران میکنه. شاید برای ایده پردازی و طوفان فکری خوب باشه که حالا دیتاهایی که دارن میدن هر سری تفاوت داشته باشه، ولی برای اینکه تو بخوای یک حالا سورسی داشته باشه و مطمئن باشی ازش که این واقعا قابل اطمینانه، این یک کوچولو نگران میکنه. که مثلا حالا فرضاً عکسی هم که اینجا خودش توی حالا مقاله گذاشته بود، به حالا چت جی پی تی 4o یه پرامپت یکسانو دادن، ولی میبینی که در بازه‌های متنوع خروجیاش متفاوت بوده که هر کدوم از اینا حالا خروجیایی که تولید کرد. حالا بخش سوم در رابطه با ابزارهایی که AI اضافه کنم. یه چیزی که به ذهنم میاد اینه که ببین، فکر میکنم همونطور که تو استفاده کردن از متدهای مختلف مثلا توی دیزاین خب یا هر کار دیگه‌ای، اون آدم باهوشه توی یه زمینه‌ای بهتر استفاده میکنه اونو یا درک درستری داره، باز دوباره تو AI هم داستان همینه. یعنی اونی که باهوشتره، اونی که درک درستری پیدا میکنه، اونی که تجربه زیاد میکنه، اونی که زیاد با این ابزار کار میکنه، میتونه در نهایت موفق تر از اونی باشه که خیلی سراغش نمیره. چرا؟ چون میگم اون درکه، اون نگاهه به داستان خیلی مهمه. ما متدهای مختلف داریم. من بارهای بار توی کارو دیدم واقعا آدمای مختلف برای همین اصلا یه نفر یه ذره سنیورتر میشه، چون هوشمندانه تر از اون ابزار و متدها، اون چارچوبا استفاده میکنه، میدونه کجا سراغ چه چیزی بره. خب و اینکه اصلا تو خودت خلاق باشی در استفاده از ابزار، استفاده از متدها، اینا یه وسیله است دیگه. این خودش دوباره اون چیزی که از من آدم میاد، یعنی اون AI خیلی تاثیرگذار نیست، کریتیویتی از سمت توئه، نگاه و نگرش مال من آدمه. یعنی واقعا اون جاییه که من هنوز مثلا یه بارش صحبت می‌کردم، حس می‌کنم دیزاین خیلی فاصله داره تا اون جایی که AI بخواد بیاد اون کارا رو انجام بده، به خاطر اون درک کانتکسته، اون نگرش کلیه که ماها میتونیم داشته باشیم روی کل سیستم و حالا بدونم چجوری میتونم کارو سرعت بدم، هزینه‌شو کاهش بدم یا هر چیزی، بیام چجوری از ابزاره توی این زنجیره کارم استفاده کنم. آره خیلی موافقم. اصلا مسئله که وجود داره اینه که اینو خیلی میگن مثلا AI جایگزین افراد نمیشه، جایگزین کسایی میشه که میتونن ازش استفاده کنن برای تصمیم گیری‌هاشون. یعنی در نهایت ما تصمیمو برای AI میگیریم، AI توانایی تصمیم گیری که نداره. ما تصمیم میگیریم که در این مسیر چطوری بهمون کمک کنه و حالا کجا بتونیم ازش استفاده کنیم و حالا این نکته گفتی خیلی خوب بود. بخش سوم میره سراغ ابزارهای AI که حالا این UX دیزاینرها ازش استفاده میکنن. با وجودی که حالا تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسیدن که ابزارهای فعلی خیلی ارزش زیادی برای UX دیزاینرها خلق نمی‌کنن، ولی تو نتیجه تحقیقاتشون 3 تا از پرکاربردترین ابزارهای AI که حالا غالبا تو صحبت‌های افراد تکرار شده بود و بهش میرسن. اولین ابزاری که حالا زیاد تکرار میشه یه پلاگین فیگماست که اسمش وایر فریم دیزاینره، که حالا این پلاگین از یه آقایی به اسم چنوو منتشر شده توی کامیونیتی فیگما و یه ابزار مبتنی بر AI که حالا دیزاینرها باش ازش استفاده میکنن برای اینکه وایر فریم با جزئیات کم تولید کنن. تا حد خوبی میتونه، من خودم ازش استفاده کردم، تا حد خوبی میتونه نیازهای طراحی رو برآورده کنه، در حد همین که حالا ایده پردازی کنی باهاش و یه استراکچری به اون چیزایی که تو ذهنت بده. ولی مسئله که وجود داره اینه که همچنان، یعنی تیم تحقیقاتی هم معتقد بودن که همچنان خیلی قدرتمند نیست. چرا؟ چون که عموما خروجی‌هاش کلیه و یه تمپلیتی انگار داره که بر اساس همونایی داره تولید میکنه. یعنی میان و پرامپت رو برای مثلا نیازهای حوزه‌های متفاوت می‌نویسن، مثلا فرضاً یکیش برای مثلا یه ای کامرس مثلا تو حوزه مثلا لوازم آرایشی، یکی دیگه‌اش مثلا فرضاً برای یه حوزه کاملا متفاوته. ولی چیزی که وجود داره اینه که خروجیات در نهایت مثلا یه استراکچر مشابهی دارن به هم دیگه، یعنی انقدر نمیتونه همچنان خروجی‌های متنوعی تولید کنه. برای همین کلا نگاهشون اینه که با اینکه این ابزار غیر حالا یعنی ضعیفه، ولی به این معنی نیستش که غیر قابل استفاده است. مسئله اینه که حالا بدونیم 100% قرار نیست به خروجی این ابزارها اعتماد کنیم و خودمون به عنوان طراح لازمه که همچنان در فرآیند طراحی دخیل باشیم دیگه. که مثلا اینجا این خروجی‌های تولید شده با این ابزار رو داره نشون میده که مثلا با 2 تا پرامپت متنوع ببینی باز مثلا استراکچر کلی تقریبا شبیه به هم دیگه است. ابزار دومی که معرفی میکنه، یعنی آدم‌ها ازش استفاده میکنن، ویزرده که این خب یکی از ابزارهای خیلی ترند تو حوزه مثلا یو آی که یه دستیار طراحی برای حالا آدم هاست که بر پایه ای آی خیلی کارهای متنوعی میکنه. وایر فریم میتونه تولید کنه، عکس میتونه تولید کنه، کپی رایت میتونه مثلا برات بنویسه و این داستانا.
یه مسئله که وجود داره اینه که تعداد کاراکترهایی که میتونی پرامپت تو بنویسی محدوده. 300 تا کاراکتر یا کمتر باید باشه که این یه ذره کلا کارو سخت میکنه. خود منم مثلا تو حالا اون تایمی که خیلی استفاده میکردم این محدودیت کلمات برام سخت بود. هرچند که هر چقدر پرامپت تو سرراست‌تر و کوتاه‌تر بنویسی من خودم طبق تجربه‌ام خروجی بهتری میگیری، ولی یه ذره سخته برای مثلا یک لندینگ پیج بتونی تو کمتر از 300 تا کاراکتر توصیف کنی چی میخوای. چیز دیگه که وجود داره درباره این ابزار اینه که خب خیلی امکانات شخصی سازی بهت میده. مثلا روی یو آیش و اینا خیلی میتونی دستکاری کنی که خب این خیلی اتفاق خوبیه. همچنین تیم تحقیقاتی هم گفتن ادعا دارن که خروجی تولید شده با این پرامپت، یعنی با این پرامپت ثابت نسبت به حالا اون ابزار قبلی، توی ویزارد کیفیت خیلی بالاتری نسبت به اون پلاگین وایر فریم فیگما داشته. ابزار بعدی که ازش استفاده میکنن یوکس پایلوته که این کلا یه فضاییه که یعنی خود سایتش رو چک کنی یک سری ابزارهای مبتنی بر AI در حوزه‌های متنوع تولید میکنه. اینطوری که با سابسکریپشن بگیری نسخه رایگانش خیلی محدوده و اصلا برای یه سری از فیچرهاش اصلا فعال نیستش، ولی میتونه دستیار یو آی یو ایکس باشه، میتونه یعنی کلا فیچرهای متنوعی است. پالت رنگی برات میسازه، وایر فریم میزنه، یو آی دیزاین انجام میده. حتی تو بخش یو ایکس مثلا میتونه برای سوال برای جلسه مصاحبه با حالا کاربر یا زینف و اینا تولید کنه و این داستانا. ابزاری که اینا تست کرده بودن ابزاری بود که پالت رنگی میساخت که من خودم هم تست کردم. این یه پلاگین فیگما، حالا میتونید یعنی مثلا برید تو اون سایتش روی اون دکمه مثلا کرییت نمیدونم فکر کنم مثلا کالر باشه یا هر چیزی کلیک کنید پلاگین رو واسهتون باز میکنه. که حالا چیزی که وجود داره اینه که برای مثلا پرامپت بهش میدی، مثلا میگم اوکی مثلا یه اپ برای این حوزه میخوام، بر اساس اون چیزی که تو میگی بده یک سری رنگ پیشنهاد میده. که چیزی که وجود داره حالا توضیح خود این تیم، من چیزی که خروجی که خودم تحویل گرفتم یعنی ناراضی نبودم ازش. من برای گفتم یک ابزار جنریت کردن داستان برای کودکان و جوان با کمک AI، یعنی برای این یک پالت رنگی میخوام که پالتی که به من داد اتفاقا نزدیک به چیزی بود که خودم در نهایت انتخابش کردم. ولی چیزی که این تیم معتقدن اینه که طبق حالا اون یعنی خروجی که خودشون گرفتن میتونه این نقطه شروع باشه برای اینکه تو پالت تو انتخاب کنی، ولی خیلی پخته و کامل نیست چیزی که بهت میده و همچنان لازمه که اون دیزاینری که داره از این پالت استفاده میکنه خودش دانش رنگ و حالا درک اون مبانی حالا پایه‌ای بصری رو داشته باشه که بتونه خودش اون هندل کنه اون رنگ هایی که حالا داده رو و نمیشه 100% از خروجی استفاده کرد. در نهایت 3 تا ابزاری بود که معرفی کردن، ولی چیزی که وجود داره اینه که اصلا یه سری پیشنهادات میدن به دیزاینرها در انتهای مقاله برای هنگام استفاده از AI که خوب حواسشون باشه. حالا تیم تحقیقاتی با وجود این که مثلا میگن که ما با اینکه نتونستیم ابزار مشخصی به دیزاینرها معرفی کنیم، اما با یه سری نکات جالب رسیدیم برای دیزاینرها که قصد دارن از AI توی حالا مسیر طراحی یو ایکس استفاده کنن که میخوان چند تاشون حالا در ادامه بهمون بگن. یکی این که خیلی مهمه که بتونیم از توانایی ابزارهای فعلی استفاده کنیم. در حال حاضر AI میتونه دستور خوب برای حالا ایده پردازی باشه، طوفان فکری باشه، تسکای نوشتاری ما رو انجام بده و ابزارهای مبتنی بر متن AI خیلی دارن قوی عمل میکنن، یعنی قوی تر از حداقل ابزارهای مبتنی بر تصویر یا حالا وایر فریمینگ و این داستانا و خوبه که بتونیم از اونها استفاده کنیم و حالا کارهای مرتبط با نوشتنمون رو بدیم اون رو انجام بدن و یه دستیار همیشگی واسمون باشه. مسئله بعدی که اشاره میکنه اینه که احتمالاً همچنان مجبوریم برای کارهای طراحی خودمون دست به کار بشیم یا مثلا به قول گفتنی تنمون رو به آب بزنیم، چون هنوز ابزارهای هوش مصنوعی نمیتونن کمک خیلی قابل توجهی واسه این داستان باهامون بکنن. یعنی طراحی‌های بصری سنگین وقتی داشته باشیم می‌بینیم که هنوز به مشکل می‌خوریم. اتفاقا فکر می‌کنم این فیچر AI جدید فیگما هم این مسئله واسش پیش اومد که داشت تصاویر یعنی جنریت هایی که می‌کرد، یعنی اون حالا دیزاین هایی که جنریت می‌کرد شبیه به هم داشت می‌شد که فعلا فیگما متوقفش کرد، یعنی داشت بر اساس دیزاین سیستم فکر می‌کنم اپل جنریت می‌کرد و هنوز مشخصه که هنوز اونقدر آماده نیست این دنیا واسه اینکه ما بتونیم بگیم اوکی 0 تا 100 یو آی دیزاینمون رو میسپاریم بهش. ولی یا اگر بخوایم حالا این کارو بکنیم کاست زمانی زیادی داره، یعنی بعد بریم از چند تا ابزار متنوع استفاده کنیم، هی پرامپت رو بهبود بدیم که خب خیلی منطقی نیستش. برای همین یعنی توجیه پذیر نیست احتمالاً برای خیلی از تیم‌ها. همین خوبه که فعلا از این ابزارها تا جایی که میتونن مثلا برای همین وایر فریم زدن، برای کپی رایت ها اینا استفاده کنیم، ولی احتمالاً فعلا هنوز مجبوریم که خودمون طراحی رو انجام بدیم. و یه مسئله خیلی جالبی که اشاره میکنه، میگه که
این مسئله خیلی داستانی فکر کنم خیلی تو هم بتونی دید خودتو بگی. میگه که حواستون باشه که از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید داده، مثلا فرضاً الان یه تسکی اومده سمت من، مثلا میخوام برم فرضاً برای یه تیمی، حالا خودمونم میدونیم دیزاین اونقدر خطی نیست که طوری پرسونا تعریف، مثلا خیلی مواقع ما این کارا رو هم نمی‌کنیم، مثلا داستان دیزاین چیز دیگه، ولی میگه که تو دیتا نمیتونی خیلی بهش استناد کنی و این مسئله خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که اون پرسونای هدف حالا اون محصول رو AI که نمیتونه تشخیص بده، بعد بر اساس حالا لوکیشنی که هست اون آدمه میتونه متفاوت باشه. ما نمیتونیم بریم به AI بگیم بیا برو برای من دیتا جنریت کن، یعنی مثلا بگیم این ابزارمونه حالا به من بگو که من چیکار کنم اتفاق بهتری میفته. یعنی مثلا فرضاً بگیم تو بیا پرسونای این ابزار رو مثلا برای من مشخص کن، یا بهم بگو که مثلا نقطه ریزش کاربران تو این ابزار کجاست. میتونیم باهاش شروع کنیم ایده پردازی کردن، میتونیم ما باش دیتا هایی که خودمون مطمئنیم ولیده و خودمون به دست آوردیم رو بدیم و بگیم که از اینا مثلا بهمون یه سری راهکار بده، بهمون یه سری دید بده، بگو چیکار کنیم، مثلا اکشن پلن در بیاریم اینا. ولی مسئله که وجود داره اینه که نمیتونیم باهاش دیتا به دست بیاریم، نمیتونیم باهاش مثلا بگیم که بیا پرسونای کاربرمون رو مشخص کن، چون در نهایت به ضرر محصولمون میشه دیگه، چون AI که به اون شکل کامل اون محصول رو نمیشناسه و نیازاشو. خیلی مهمه که هوشمندانه بتونیم از ابزارهای AI برای این داستان استفاده کنیم. و در آخر میگه نگران نباشید، فرصت استفاده از AI هنوز از دست ندادید. خیلی شرکت‌ها هنوز دارن خودشون بررسی میکنن که اصلا چه جوری میتونن از هوش مصنوعی توی فرآیند UX استفاده کنن. هنوز ابزار خیلی خفنی وجود نداره. بعد کاری که شما میتونید بکنید به عنوان دیزاینر اینه که ابزارهای جدید رو بشناسید، ولی بدونید که محدودیتاشون رو بدونید هنوز هم نمیتونید به خروجی خیلی عالی باهاشون برسید، ولی اون مسیر قرار بگیرید. قبل از اینکه فقط یعنی تا اینجا نکته داری بگو، یا بذارم اینو بگم بعد اگه نکته داری تا بگو. چیزی که به ذهنم میاد اینه که اول اینکه باید به همه جمله‌هامون یه فعلا بچسبونیم، یعنی بگیم فعلا نمیتونه، چون نمیدونیم واقعا 1 سال 2 سال دیگه چه اتفاقی میفته. و یه مسئله دیگه این که من فکر میکنم خیلی از ابزارها و پلتفرم‌ها و چیزایی که الان وجود دارن، سرویسایی که الان وجود دارن توی مارکت که دیزاینرها ازش استفاده میکنن برای تحلیل دیتا یا هر بخشی از کارشون، اونان که میتونن بیان و روی سرویس خودشون AI رو استفاده بکنن و اونجا به تو کمک بکنن که کارت سرعت بیشتری پیدا کنه یا خطای در واقع خروجی کارت کمتر بشه. یعنی اگر تو جایی قرار نیست بیاد مثلا یه به نظر میاد فعلا به این زودی یه تولزی داشته باشیم که من اپو بدم بهش دیزاین کن، تحلیل کن، ایرادش کجاست، نه، همچنان همه ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم که بشینیم آنالیز بکنیم و غیر ذالک، اونا میتونن بیان سرعت تفسیر رو بیشتر کنن، خطاش رو کمتر کنن و اینکه دید بیشتری بهمون بدن. مثلا من اگر جایی توی بی آی ام دارم دیتایی رو در واقع مطالعه میکنم، این دقیق تر به من در واقع تفسیر بکنه، اونو بهم بگه، یا در کنار تفسیری که خودم دارم اون بتونه کمک بکنه دید بیشتر وسیع تری در واقع نسبت به پروژه پیدا بکنم. اون ابزارا پس میتونن همچنان این کارو بکنن و هی از AI استفاده بکنن برای اینکه بتونه سرعت بده به این بخش. آره، حالا در ادامه ارائه های من در هفته‌های آینده دوست دارم روی این مسئله تمرکز کنیم. همین مقاله باحال است و حاجر اگه اشتباه نکنم در رابطه با همین ابزارهای تخصصی توی هر زمینه UX دیزاین یا در UI دیزاین، یعنی حتی چند تا ابزار برای آنالیز دیتا معرفی میکنه که اینا تخصصی تو همین فیلد دارن کار میکنن. حالا تو اون مقاله که برسیم بیشتر میتونیم بفهمیم که واقعا چقدر میتونیم به این ابزارها تراست کنیم و تا کجا میشه باهاشون جلو رفت. ولی با این مسئله که موافقم که فعلا و همیشه استفاده کنیم. یه مقاله دیگه هم نیلسن نورمن گروپ داره، AI for UX Getting Started، که این یه ذره قدیمی تره، ولی من حالا شاید هفته بعدش این مقاله رو بخوام کاور کنم که اینو یکی از حالا اون نویسنده‌اش خود جیکوب نیلسنه که به نظرم باز مسئله جالبی میشه. حالا چیزی که داره میگه کلا داره میگه که اصلا یعنی یه ذره دید فلسفه AI به عنوان دیزاینر چطور میتونیم ازش استفاده کنیم و بهمون میده و کلا مسئله اینه که روی این داستان داره تمرکز میکنه که ما قرار نیست جایگزین بشیم از این نگرانی که آدم‌ها دارن، هرچند که من فکر میکنم ممکنه حتی یعنی جایگزین با آدم‌هایی که نمیتونن از این ابزار استفاده کنن، نه جایگزین با آدم‌هایی که بلدن از AI استفاده کنن.
ولی نگاهش اینه که همچنان، یعنی حالا بخوام خلاصه‌ای بگم از چیزی که حالا در هفته‌های بعد میخوام بگم، اینه که کلا از AI میتونیم استفاده کنیم پروداکتیویتیمون رو بالا ببریم، کیفیت کارمون رو بالا ببریم، ولی همچنان قضاوت انسان خیلی مهمه. یعنی تو نمیتونی به AI به طور کامل اعتماد کنی، اون قضاوت انسانه اینجا خیلی تعیین کننده است. و باز همچنان این چیزی که توی مقالم داره میگه اینه که چقدر میتونه تو بخش ایده پردازی، تولید محتوا، تسکای حالا کوچیکی تو زمینه ریسرچ میتونه بهمون کمک کنه. یه چیزی که من با یکی از دوستام که خیلی خفن حوزه صحبت میکنم و من خیلی دوستش دارم این جمله‌شو، اینه که خیلی مهمه وقتی با AI کار میکنی ایگو تو کنار بذاری. یعنی تا زمانی که باور نکنی که AI میتونه از تو یه کاری رو بهتر انجام بده، اون خروجی خوبه رو هم نمیتونی ازش بگیری. یعنی یه جایی باید تو قبول کنی که اوکی، یه ابزاری هست که میتونه این کارو از من حتی مثلا با 10 سال سابقه بهتر انجام بده. حالا شاید هنوز الان توی ابزارهای یو ایکس این اتفاق نیفته، ولی دیدیم که تو جنریت اکس این اتفاقا داره میفته و اینکه بتونیم بپذیریم که کجا میشه کار رو بهتر از ما انجام بده خیلی مهمه و بتونیم اونجا رو پیدا کنیم. یه چیزی رو، یه نظر شخصی رو این وسط اضافه بکنم. من همیشه میگم که اون نگرش تو و اون هدفی که داری میذاری اینو تعیین میکنه. یعنی چی؟ من اگر برام مهم باشه که خروجی کارم و خروجی اون کمپانی که دارم براش کار میکنم، اون سرویسی که دارم، یعنی اون تارگت من باشه که به بهترین شکل بجا، اصلا دیگه مهم نیست که من دارم کار میکنم یا AI یا یکی دیگه. میدونی این مایندست خیلی مهمه. تو وقتی که ذهنت اینجوری نگاه میکنه به همون اندازه باز میشه برای اینکه بتونه از شکل‌های مختلف استفاده کنه. من تهشو میگم، یه جایی برای یه کمپانی داری کار میکنی، فکر میکنی یک نفر دیگه بهتر از تو میتونه کار بکنه، به نظر من باید اون آدمو انتخاب کنی، پیشنهاد بدی بیاد اونجا. یعنی اگر ذهنیتت این باشه دیگه اصلا برات اینا مسئله نیست، اصلا دیگه پافشاری روی متد، روی میدونی هدف اینه که یه سرویس فوق‌العاده ارائه بکنم برای یوزر مهمه، ما بقیش حاشیه توی کاره. حالا من الان مثلا نگران این باشم که چجوری میتونم جایگاه خودم رو تو شرکتی که هستم مثلا محکم‌تر بکنم به واسه اینکه AI نیاد وای نه اصلا مهم نیست. میدونی اوکی، اگه شرکت قراره ابزاری بیاد کار منو بکنه، من چجوری میتونم یک ازش استفاده کنم، دو من کجا میتونم پوزیشن کنم، یه کار دیگه، اینا مهم نیست. چجوری میتونم به اون محصوله کمک کنم که بهتر بشه. میدونی بایاس ذهن دیگه، تو فوکس تو انداختی روی این که من چجوری میتونم بقا پیدا کنم، یا فوکس تو گذاشتی روی این که این سرویس چجوری میتونه نتیجه بخش تر بشه. اصلا این بقیه‌اش حاشیه است. یعنی این صحبتایی این که حالا در سطح کلان داستانش فرق میکنه، باید گفتگو بشه و اینا، ولی در سطح جز که وای من استرس بگیرم که AI میاد یا نه تو انقدر اگر کریتیو باشی و آدمی باشی که اصلا سالها با این رویکرد زندگی کردی که هر چیزی باز مهم نیست، من مسیرمو عوض میکنم. این خلاقیت تو رو میرسونه. به عنوان یه دیزاینر اگر اصلا این نگاه رو نداشته باشی نمیتونی موفق بشی، نمیتونی کارهای مفید و خروجی در واقع درجه یکی ارائه بدی. نظر شخصی بود. آره من خیلی موافقم. کلا آره اینکه بتونیم هممون برای هدف مشخص‌تر بریم جلو و اون ایگوه و من بودن رو بذاریم کنار. کویت داستان اینه که اینم باز دوباره در رابطه با اینکه اون مرز باریک استفاده از AI و حواسمون باشه که کجاها لازمه که یعنی از AI استفاده نکنیم رو هم بهمون دوباره یادآوری میکنه. مثلا فرضاً جاهایی که میدونیم که ممکنه دیتایی که به دست میاد از AI شاید سرعت بیشتری داشته باشه یا شاید خروجی که ما مثلا به تیم ارائه میدیم و باحال‌تر کنه ولی ولید نیست، حواسمون باشه که ازش استفاده نکنیم. و حالا در ادامه تو هفته‌های آینده میگم بیشتر در رابطه با این مقاله، هرچند که چون یه ذره قدیمیه برای نوامبر 2023 نمیدونم که بخوایم حالا چقدر روش استناد کنیم، ولی در کل یه دید کلی از اون فضا گرفتنم اتفاق باحالیه. من تمام شدم. اگه سوالی نکته‌ای. من بعدم نمیاد که بچه‌هایی که توی این حوزه فعالیت میکنن توی فیلدهای مختلف تخصصی، مثلا UX ریسرچر، اونی که داره UI کار میکنه، اونی که داره در واقع گرافیک دیزاینره، تو هر حوزه هر چیز، بچه‌ای که دارن آیکون دیزاین میکنن، فونت دیزاین، از اونا بریم بپرسیم یا اصلا دعوتشون بکنیم بیان ببینیم که اونا نظرشون چیه و چقدر تا اینجا چه ابزارهای خیلی خوبی تخصصی اون کار رو داره انجام میده و چجوری دارن ازش استفاده میکنن. مثلا ما چون ایمیج جنریتورها الان خیلی خوب شدن یا اونایی که دارن در واقع ویدیو تولید میکنن اینا خیلی جذابن الان،
برامون خیلی قابل درک و قابل لمسه. بریم ببینیم اون کسی که در واقع داره تو حوزه دیتا کار میکنه اون از چه ابزارهایی داره استفاده و چه تولزای ای آی اومده و چجوری داره ازش بهره میبره. به نظرم این تخصص‌های مختلف اگه بچه‌ها بیان نظرشون رو بگن و چجوری دارن استفاده میکنن، دوباره باز یه لول بهمون دید میده که بفهمیم هر کسی تو حوزه خودش چیکار داره میکنه. چرا؟ چون در نهایت من اگر فوکسم روی یو آی، اگر دیتا ساینتیستی، اگر یو ایکس ریسرچری داره از ابزار استفاده میکنه و این ابزار داره خوب مسیر رو جلو میره، میتونم زود برم آموزش ببینم و کارم رو وسیع بکنم و در واقع عمق کارم رو زیادترش بکنم. ما به عنوان یه آدم شاید مثلا 3 هفته طول بکشه یک کاری رو 2 هفته طول بکشه بخوایم یه پروژه رو انجام بدیم، ولی من اگر یو آی دیزاینر بودم تا الان 4 تا اسکیل دیگه یاد بگیرم یه مقداری با کمک ای آی بتونم مثلا عمق کارم رو بیشتر بکنم، وسعت دید خودم رو نسبت. یعنی به نظر خیلی مهمه، یعنی آدما بیان بچه‌ها رو یه جوری دعوت بکنیم که روی این موضوع تجربه‌ای که دارن رو با اون شیر کنن. شانس آوردی موضوعی بود که خیلی نمیتونستم به خاک و خون بکشم، ولی دیگه کاری می‌کردم. ای آی همش ای آی در یو آی، ای آی در آیکون دیزاین، در کل پروسه های ای آی. یکی از کاری که من میکنم اینه که هر کدوم از این دیزاینرای مثلا سنیور که کوئسچن باکس میذارن سوال بپرسید، همیشه اون سوالی میپرسم اینه که از ای آی چجوری استفاده میکنی و مثلا قریب به اتفاقش کدومشون جواب نمیدن، نمیدونم چرا، ولی کلا این مسئله که ببینیم چجوری استفاده میکنن هم جالبه. ولی کلا یه ذره گاردم میبینم در بعضی هاشون و جالبه این که حالا اینو به پیش بکشیم و ببینیم واقعا دیزاینرهای سنیوری هستن که به شکل جدی از ای آی استفاده کنن، جز در مثلا از فیگ جم ای آی که دیگه همه استفاده میکنن. یا مثلا میرو هم فکر کنم تازگی ای آیشو منتشر کرده که اونم چیز جالبیه. ولی ابزارهایی که واقعا خفن‌تر و مثلا لول‌های بالاتری قرار دارن. کردن تجربه به نظرم خیلی میتونه این محتوایی که الان آماده کردی رو قوی ترش بکنه، چون آلردی بچه‌ها دارن الان استفاده میکنن. اینکه بتونیم حالا یه کاری بکنیم که بچه‌ها بیان نظرشون رو بگن تو حوزه‌های مختلف، حتی فقط دیزاینرها هم نه، یعنی اصلا توی این حوزه پروداکت در واقع دیجیتال پروداکت بتونیم بچه‌ها رو بیاریم که باحال میشه، فنی غیر ذالک. حل دمت گرم. دمت گرم، مرسی. تا حالا هفته بعد دیگه. خدافظ.